اگه شکم پهلوتون بزرگه یا هنگام قاعدگی درد دارید، سوزش و خارش دارید، ترشح دارید، حالا چه ترشحاتی باشه که لزج باشه، رنگی باشه، چه ترشحاتی باشه که سفید باشه، و یا اینکه لکه بینی دارید، قاعدگیتون عقب جلو میشه، اینو بدونید که رحم دچار مشکله. حالا چیکار کنیم که رحممون درمان بشه؟ چند تا فرمول خونگی بهتون یاد میدم، انجام بدید و نتیجه خیلی خوبی بگیرید داخلش. اولش این که شما یه سرکه انگبین درست کنید برای خودتون تو خونه، یا یه سکنجبین درست کنید برای خودتون به این دستوری که میگم خدمتتون. عرقیات بید و کاسین و شاتره رو با مقداری پونه و نعنا و یه دونه پیاز معمولی بذارید 10 دقیقه رو بجوشه. جوشید، صافش کنید، یه لیوان سرکه یا عسل و شکر به مقداری که دوست دارید بهش اضافه کنید. به غلظتی که رسید خاموش کنید. میشه شربت سکنجبین یا سرکه انگبینی که برای مشکلات رحمی بسیار عالی هستش. عفونت‌ها رو از بین میبره، درمان کیست و فیبروم هست و خارش سوزش ها و حتی زخم دهانه رحم هم از بین خواهد رفت. و البته تو پست صفرامون راجبش صحبت کردم، یه اشاره به اونجا داشته باشید، بسیار عالی هستش.